از این کمسوادی و بی‌معرفتی دینی نوگودی هستیم و کدام دولت‌های چند هزار کیلومتر دور رفته سودان، بعضی از جوان، نه همینجا، بعضی از جوان کمسواد. حالا ببینید همین سوادی کافی دینی ندارد. تا به حال نشد است که یک امام خطیب یا که انسانی با سواد و با معرفت دینی و همون دولت‌هایی که یا که به همون گروه دولت اسلامی که اعلام کرده است باور کنید خدا شاهد است همون هم ساخته دشمنان اسلام است، همون هم ساخته همون گروه هم ساخته های دشمنان اسلام است. ابرقدرت ها هست که میخواهد با دست مسلمان تمام ثروت و دارندگی همون دولت ها را طلب و تلاش کند بگیرد. چنین هم کرده است، چنین هم شده است. دولت های بود و پیشرفته و خرابازون تبدیل بودن. حالا اون جوانای اون ملت ها اون دولت ها با در فکر کشتن یکدیگر هستند. ابرقدرت تمام ثروت بالای زمینی و زیر زمینی اش رو کشیده بودن است. مردم در فکر چی؟ در فکر کشتن یکدیگر. در لیبیا متاسفانه باز عبرت نمی‌شود. با چشم سر می‌بینند عبرتشون متاسفانه بعضی از جوانای ما هم به همون دعوت‌های رسناک دولت‌های ابرقدرت که در پس پرده همونا وجود دارند بخواهند در همه جا نقشه‌های خود را جاری کنند، فریفته می‌شوند، می‌روند